این صحنه کابوس هر پدر و مادری است. نوزاد در حال شیر خوردنه. ناگهان شیر به جای مری وارد نای میشه. بدن کوچیکش شروع به سرفه‌های شدید و کبودی میکنه. ترس همه وجودتان را میگیرد. اولین و مهمترین کار، دست پاچه نشین. نوزاد را به پهلو بخوابانید و روی ساعدتان قرار بدید. دست پاچه نشید. اولین و مهمترین کار. قدم اول، نوزاد را به پهلو روی ساعدتان بخوابانید، طوری که سرش پایینتر از بدنش باشه. قدم دوم، با کف دست چند ضربه محکم و سریع بین دو کتفش بزنید. این کار باعث میشه فشار هوا شیر رو به بیرون از دهانش هدایت بکنه. با همین دو حرکت ساده راه تنفس باز میشه. سرفه ها کم کم قطع میشن و رنگ صورت نوزاد به حالت طبیعی برمیگرده. اما هرگز این دو کار رو نکنید. اول، نوزاد رو شدیداً تکون ندین. دو، انگشت خود را تو دهنش نکنید که بخواید شیر رو بیارین بیرون. این فقط باعث میشه شیر بیشتر به داخل گلوی بچه‌تون بره. به خاطر داشته باشین وحشت بدترین دشمن شماست. اگر پوزیشن صحیح را حفظ کنید و این دو حرکت رو درست انجام بدین، در بیشتر موارد مشکل برطرف میشه. بعد از آرام شدن نوزادتون حتما اونو به پزشک نشون بدین. برای شنیدن داستان‌های واقعی و آموزش‌های نجات بخش دیگه در این کانال بمونین. ما اینجاییم که از تجربیاتی با شما بگیم که شاید روزی جان عزیزانتون را بتونین نجات بدین.